برای چی امروزها اشخاص زیاد کوشش میکنند که علم جویند و کتاب‌های زیاد را شاید بعضی از آنها مطالعه کردند، اما صاحب علم شده نتوانستند. 7 شرط است برای حاصل کردن علم. آیا علم دنیوی و علم شرعی دو چیزی علاهیده به علاهیده است یا اینکه هر دو یک است؟ هر دو علم های سماوی هست. ما گفتیم که بعضی از اهل علم اگر سخت هم شود ترسانچک هستند، یعنی میترسند که درس گویند. من این را سوال کردم. بعضی انسان ها واقعا از الله سبحانه و تعالی هم ترسشون بزرگ است، از شهرت میترسند. یک چیز دیگر هست، میگویند که از گهواره تا گر علم آموز. آیا آن همین حدیث است یا یک مثل است؟ این حدیث نیست، دوامش معنای دوامش درست است، یعنی تا قبر علم آموز. آن علمی که رفتند و 5 سال و 10 سال تحصیل کردند علمشان را به دیگران پهن نمیکنند. آیا آنها آن همین آیتی که شما نوکه گفتید از سوره جمعه از این بخبر هستند؟ هر یک انسان که علم دارد به قدر علم خود باید به مردم آن را تعلیم دهد. به نام الله بخشاینده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشاچیان عزیز، ما چند وقت پیش با دامولا سهراب عادلیان ختم کرده دانشگاه مدینه منوره فاکولته حدیث شریف درباره علم و دانش صحبت کرده بودیم و امروز نیز ما به مهمانی دامولا رو دعوت کردیم تا که به بعضی از سوالهایی که مربوط به علم است مصاحبه کنیم. خوش آمدید میگم شما را دامولا. خوش باشید. برای چی امروزها اشخاص زیاد کوشش میکنند که علم جویند و کتاب‌های زیاد را شاید بعضی از آنها مطالعه کردند، اما صاحب علم شده نتوانستند؟ شاید یگان چیزی علاوگی برای این لازم باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، اول و آخر این خواست الله سبحانه و تعالی و عطای و داد الله سبحانه و تعالی هست، علل خصوص علم که بهترین نعمت ها هست. الله تعالی میگوید یؤتی الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. الله تعالی به کسی خواهد حکمت میدهد، یعنی علمی نافع و عمل صالح. و کسی حکمت داده شده است واقعا خیر بسیار داده شده است. و ثانیاً 7 شرط است برای حاصل کردن علم که علما رحمت الله علیهم. شما گفتید سهراب جان گفتید که حکمت است. گفتید چی منظور شما است از این حکمت؟ حکمت بعضی علما میگویند عمل صالح، علم نافع و عمل صالح، یعنی فقط علم خالی نه. و بعضی علما رحمت الله علیه گفتند که الحکمت وضع الشیء فی موضعه، حکمت گذاشتن هر یک چیز در جای خودش. منظور در اینجا علم را در جای خود استفاده بردن. بعضی از حدیث های هست که در بعضی جایها مناسب نیست گفتنش، همین را حکمت میگویند. کسی حکمت داده شده است در حقیقت خیر بسیار داده شده است، میگوید الله تعالی. حکمت یعنی علم، بعضی ها میگویند عمل. بله خیلی خوب. و بعضی ها میگویند که علم میگویند فقط علم شرعی است و بعضی دیگر میگویند که علم میگویند اما علم دنیوی هم هست. آیا علم دنیوی و علم شرعی دو چیزی علاهیده به علاهیده است یا اینکه هر دو یک است؟ برای علم ها به دو قسم تقسیم میشه، علم های دینی و علم های دنیوی. ولی علم دنیوی هم علم است، برای آنکه هر دو از جانب الله سبحانه و تعالی نازل شده است. هر دو علم های سماوی هست. علم دنیوی خدمت کننده علم دین است. هر کس که علم دنیوی را برخوردار است میتواند که به آسانی به علم دینی نیز نائل شود. این درست است؟ یگان قاعده یا یگان دلیل در یاد ندارم که کسی علم دنیوی داشته باشه علم دینی براش آسان شد، ولی عکسش هست. کسی مثلا اگر قرآن حفظ کرده باشد علم دنیا براش آسان میشه. لیکن البته کسی علم دنیا هم داشته باشد
البته برای آنکه علم دنیا هم در داخل علم دین است تکرار می شود، فهمی بعضی چیزها براش آسان می شود. خب بیایید اکنون درباره آن شرط هایی که شما گفتید برای گرفتن علم شرط ها لازم گفتید و چند شرط است گفتید، درباره همون شرط ها یادرس می شدید. شرط اول در طلب علم و حاصل کردن علم این غربت است، یعنی غریبی، سفر کردن در راه علم. برای آنکه علما در یک شهر جمع نشدند، علما در شهر و ناحیه های تمام دنیا در کشورها نشر شدند، در همه جایها علما هستند. بنابراین انسان برای طلب علم به نزد عالم باید سفر کند که در قرآن کریم الله تعالی برای ما قصه موسی و خضر علیه السلام را نقل کرده است که وقتی که حضرت موسی دانستند که یک شخص عالمتر از آن کس هست در دنیا، به نزدش سفری کشتی کردند، یعنی با بحر سفر کردند. و همین گونه پیامبر صلی الله علیه و سلم هم علم برایشان نآمد تا مادامی که در غار حرا خلوت ننشستند. و خلوت نشستن و در خانه خالی نشستن این جاینشینی سفر و جاینشینی غریبی هست. اگر انسان مادامی که در شهری که زندگی می کند پر از علما باشد، در تمام ساحه های و فنها عالم در آن شهری که زندگی می کند وجود داشته باشد، در آن حالت انسان می تواند سفر نکند، بلکه برای او فقط جاینشینی سفر لازم است، یعنی خانه خالی که کسی او را تشویش ندهد. برای آنکه وقتی که یحیی ابن معین هم پرسیدند در وقت مرگش چی میخواهی؟ گفت که اسناد عال و بیت خال. من در این دنیا اسناد عالی میخواهم که بین من و بین پیامبر صلی الله علیه و سلم انسان ها کم باشد، و بیت خال یعنی از همه چیزی دوست داشته برای من خانه خالی که در آنجا میتوانم علم از خود کنم، تکرار کنم، خوانم، فهمم. و پیامبر صلی الله علیه و سلم هم در غار حرا خلوت می نشستند و این چون صحابه ها یعنی بعد وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم سفر کردند برای طلب علم. و خیلی خوب. و شما گفتید که سفر کردن و غریب بودن یعنی هجرت کردن برای شرط اول است، اما امروز ها ببینید که حالت های زیاده هست که اکثریت از اهل علم نمیتوانند به آسانی درس گویند، یعنی سبب های مختلف دارد و بعضی از آنها حتی برای درس گفتن امروز مهارت ندارند، یعنی که مهارتی قوی ندارند که به یک نفر درس گویند، چون بعضی سبب های دیگر از بالا هست. این باید چگونه حل شود؟ بنابراین بسیار بودن استاد این فضیلت شاگرد هست. کدام شاگردی که استاد زیاد دارد اون انسان علم بیشتر به دست می آورد، برای آنکه از هر یک استاد فایده های مخصوصی می گیرد. بگذار بعضی استادهای بودند و هستند که آنها اسلوبی بیان خوب ندارند، ولی در آنها دیگر خیر هست. بعضی شخصیت های هست که الله تعالی به قلم آنها برکت داده است، بعضی ها هستند که به زبان آنها برکت داده است که اسلوبی فهمانیدن خوب دارند، یا بعضی ها هدی و سمت زیبا دارند، یعنی آداب و اخلاق و عمل آنها، حتی راهروی بعضی علما این خودش یک نوع تعلیم و تربیه هست. بنابراین وقتی که امام مالک را مادرشان به نزد ربیعه ابن عبدالرحمن رای فرستانیدن، گفتن که فرزندم تو رو به نزد ربیعه پیش از آن که از علمش آموزی از آدابش علم آموز. گفتن در نزد علما نشستن شرط نیست که آن عالم یعنی زبان فصیح و بلیغ داشته باشد و اسلوبی بیان خوب داشته باشد، اون در نزد آنها نشستن حکمت های زیاد دارد. ما گفتیم که بعضی از اهل علم اگر سخت هم شود ترسانچک هستند،
یعنی میترسند که درس گویند. من این را سوال کردم، اگر آنها که ترسان باشند از اونها نیز یگان چیز آموختن ممکن است؟ یعنی از ترسشان دیده می شود. عموما برای همین وقتی که طالب علم استاد زیاد داشته باشد می تواند از هر یک عالم یعنی فایده مخصوصی به دست آورد. اگر ترس داشته باشند خیر، اگر یگان چی و خیر دیگری داشته باشد میگیرد. بعضی انسان ها واقعا از الله سبحانه و تعالی هم ترسشان بزرگ است. از شهرت میترسند. میگفتند که شهرت مانند زنبور عسل است، اگرچه مثلا عسل هم میدهد باز نیش تیزی زهردار هم دارد. مقصد شهرت هم انسان به فتنه گرفتار میکند. بنابراین بعضی انسان ها علمای کبار هستند مخفی ماندن، در وسایل اعلام برآمد نمیکنند که در یک مسجد یا در یک خانه به عددی کم تعلیم میدهند. خیلی خوب، تشکر زیاد. و این شرط اول بود، یعنی شرط اول هجرت کردن و یا در غریبی بودن. و شرط دوم چی است داملا؟ بله، شرط اول خیلی که گفتیم غریبی هست و مقصد این که بدون همین شرط اگر اجرا نشود علم حاصل نمی شود. بنابراین بعضی علما رحمت الله علیه گفتند که سأطلب علما او اموت ببلدة، من یا علم طلب میکنم یا اینکه در یک شهر وفات میکنم که بر بالای قبرم آب دیده کم کسانی میریزد. گفتن یعنی من دو راه دارم، یا علم میگیرم و به مردم خدمت میکنم، یا اینکه علم نمیگیرم و همین خیل در یک شهر وفات میکنم که بعد وفاتم 2-3 نفر از خویشاوندانم به مرگ من گریه میکنن دیگر تمام. گفتن یعنی این آیین الله سبحانه و تعالی است که بله، این شاید که مشکل فهم باشد اگر که انا همین را با مثال نگویم. یعنی این مقصد چی است از انا همین گفته های شما؟ مقصد این است که کدام انسانی که علم آموزد و به مردم علم را تعلیم دهد، خدمت به این دین مقدس اسلام کند، روزی که وفات میکند، خیلی که امام احمد رحمت الله علیه گفتند بیننا و بینهم یوم الجنائز، بین ما و بین عالمان بی عمل این روز جنازه معلوم می شود. گفتن واقعا روز جنازه امام احمد اسلام یگان جنازه را شاهد نشده بود که زیاده از 1 میلیون نفر اشتراک کرده باشد. جنازه امام احمد 1,600,000 بعض امیران شماریدند که 1,600,000 نفر اشتراک کردند و در آن روز 20,000 نفر یهود و نصارا اسلام قبول کردند. از این وقتی که دیدن که در حیاتشون این خیلی حادثه نبود، مردم به کوچه ها ریختند، سبب شد که 20,000 نفر اسلام قبول کردند. برای اینکه امام احمد واقعا امام بودن، خدمت کردن، روزی وفاتشون آب دیده های مردم ریخت. همین گونه کسی که علم میگیره با نیت خالص و خدمت به این مردم مسلمان میکنه، برای آنها تعلیم علم میدهد، انشالله به روزی وفاتش مردم گریه دارند، یعنی به مرتبه های بلند میرسند. خب بیایید شرط دوم را واضح تر میکردیم درباره شرط دومی طلب علم کردن. شرط دوم این است که انسان باید خاکساری پیشه کند. شخص متکبر نمیتواند علم گیرد، باید نزد عالم زانوی ادب زد. شاید عالم دیهاتی هست، شاید عالم کمبغل است، لیکن عالم است دیگر، باید در نزد او علم گیریم. بنابراین در صحیح بخاری هم امام بخاری از امام مجاهد نقل کردند که گفتند که لا یطلب العلم مستکبر ولا مستحین، این علم را شخص متکبر و شخص شرم دارنده گرفته نمیتواند. آدمی که کبر دارد نمیتواند در نزد عالم بشینه. شما به قصه موسی نگاه کنید، به نزد خضر رفتند، گفتن که هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، مگر من شما را پیروی کنم؟ یعنی اجازت هست با صیغه سوال و استفهام که من به شما شاگرد استم تا اینکه از بعض علم هایی که الله به شما داده است به من تعلیم می دادید، نه همه آن را، یعنی بعضی آن را با آداب
معامله کردن، یعنی که خاکساری کردن. موسی علیه السلام حضرت خضر را خاکسارانه با آدابانه پرسیدند و اما بعضی ها میگویند که حضرت خضر دانشش، علمش از موسی علیه السلام زیاد بود. آیا همین هم درست است؟ موسی عموما از خضر افضل و عالمتر هستند، لیکن در بعض ساحه ها، در بعض فن ها خضر علم داشتند و موسی علم نداشتند. یعنی عموم گیرد موسی عالمتر، ولیکن بعض فن ها هست می شود یک انسانی که علمی تفسیر میداند، علمی حدیث میداند، مثلا علم فقه میداند، علم لغت میداند، لیکن علم منطق نمیداند. مثلا یک آدم هست و علم قرآن و سنت نداره لیکن علم منطق خوب میداند، هیچ گپ ندارد که این عالم کلام مفتی و قاضی پیش آن عالم منطق رود مثلا یک چند وقت درس بگیرد. یا یک آدم متخصص در علمی از علم ها هست، مثلا علم شعر است یا علمی مثلا طب است، هیچ گپ ندارد که عالم کلام رود همین مخصوص یا علم را از یک شخص بگیرد که اون فقط در یک فنی از فنها متخصص است. خیلی خوب، یعنی شما اینجا باز یک بار دیگر دلیل آوردید و اثبات شد که در واقع همون شرط دوم باید که به اجرا رسانیده شود تا اینکه به علم انسان سزاوار شود، یعنی که کبر و غرور را از دل باید که بیرون کرده تواند. و یک چیز دیگر هست، میگویند که از گهواره تا گر علم آموز. آیا آن همین حدیث است یا یک مثل است؟ این حدیث نیست از گهواره تا قبر علم آموز، لیکن بعضی ها حدیث گفته به پیامبر صلی الله علیه و سلم نسبت میدن، دروغ است. پیامبر صلی الله علیه و سلم نگفتن که اطلب العلم من المهدی الی اللحد، از گهواره تا گر علم آموزید نگفتند. و بعضی علما هم میگن که کودکی که در گهواره است و علم تعلیم گرفته نمیتواند، ولیکن دوامش معنای دوامش درست است، یعنی تا قبر علم آموز. بنابراین امام احمد رحمت الله علیه وقتی که مویه های و ریش هاشان سفید شده بود، همراهشان رنگدان و قلم و دفتر داشتند، انسان سوال کرد که امام گفت این با این رنگدان ها تا کی شما به این مرتبه و منزله بزرگ رسیدید؟ گفتن که مع المحبرتی الی المقبرتی، با این قلم و رنگدان ها تا قبرستان می رویم. گفتن یعنی تا آخرین لحظه های حیات علم می آموزیم. گفتن بنابراین یعنی فرق ندارد برای انسان هایی که مثلا سن و سالشان از 40 بالا شد و 50 رسید، آنها نیز می توانند که طلبی علم کنند. بله، بسیار عالما هستند که در سن کلانسالیشان به علم شروع کردند، مانند ابن حزم ظاهری رحمت الله علیه، مانند سلطان علما عیز ابن عبدالسلام که اینها بعد اینکه یک سن و سال کلانسالتر شدن بعد طلبی علم کرد، از کودکی طلبی علم نداشتند. یعنی انسان وقتی که نیتی نیک داشته باشه موفق میشه، جد و اجتهاد کنه، کوشش و غیرت کنه. خیلی خوب. و یک سوال دیگر نیز به همین مانند است و میگویند که علم را آموز گرچه آن در چین باشد. این تا کجا راست است و این تا چی این حدیث است یا اینکه این نیز مثل بالا گفته یک ضرب المثل است؟ اطلب العلم ولو بالسین، یعنی طلب علم کنید اگرچه در خطای باشدم. این هم حدیث نیست، لیکن بعضی ها در بعضی کتاب ها همچون حدیث ذکر میکنند. از زبان رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین با چنین لفظ صدا نداده است که علم آموزید اگرچه در خطای باشدم، لیکن معناش درست است. برای آنکه علم در کجایی که نباشد باید انسان رفته علم آموزد. بنابراین ابن مسعود رضی الله عنه چه خیلی در صحیح بخاری آمده است گفتند که اگر من دانم که در این روی دنیا یک کسی باشد که از من به علم تفسیر عالمتر باشد و به آن مکان با شتر رفته می شده باشد، من به نزد او می روم. گفتند یعنی در کجایی نباشد، فرق نیست عرب است عجم است. امام بخاری رحمت الله علیه تاجیک بودند، کتابشان صحیح بخاری کتاب رقم 1 در دنیا هست بعد کتاب الله سبحانه و تعالی. پدر و مادرشان یا تاجیک یا بخارایی یا شخصان عادی بودند. دیگر مردم تمام دنیا عرب و عجم به کتاب امام بخاری عیال است، دیگر محتاج است.
یعنی شرط بله، نیست که خیلی خوب. علم باید در عرب باشد. خب داملو درباره شرط سیوم هم کمی شرح میداده، چون شرط اول یک بار دیگر یادرس میشوم با آنهایی که نوکک پیوست شدید به شبکه ما. شرط اول این برای طلب علم کردن باید غریب باشد انسان، و شرط دوم این خاکساری و دور کردن کبر و غرور از دل. و درباره شرط سیوم کمی واضح تر میگفتید و شرح میدادید. شرط سیوم الورع میگن، یعنی طالب علم باید پرهیزگاری داشته باشد. پرهیزگاری از چی؟ پرهیزگاری از حرام و از مکروه. این باید همه داشته باشه، همه مسلمان ها. اما طالب علم باید پرهیزگار از شبهات باشد. شبهات یعنی چی؟ شبهات یعنی کارهایی که شبیه حلال است و شبیه حرام است. به حلال هم مانندی دارد، به حرام هم مانندی دارد. دلیل هایی هست که همین چیز را حلال میگوید، دلیل هایی هست که به حرام هم مانندی دارد. بنابراین طالب علم باید پرهیز از شبهات کند، یعنی برای آنکه او مانند دیگر آدم های عامی نیست، فردا به مردم شریعت میرساند، باید پرهیزگار باشد. یعنی شبهه ها در نظر داشته می شود، آن شبهه در خوردن یگان محصولات خوراکه است، یا اینکه شبهه از آن که انتخاب یگان مواد از کتاب است؟ کدامش شبهه است در اینجا؟ کدامش در نظر داشته شده است؟ هر یک کاری که شبهناک است، خواه در لباس، خواه در طعام، خواه در بعضی رفتار و کردارها، آنها شبهه است. طالب علم باید پرهیزگار باشد تا اینکه علم به دست بیارد. بنابراین امام شافعی گفتند که شکوت الى وکیع سوء حفظی فارشدنی الى ترک المعاصی و قال اعلم بان العلم نور و نور الله لا یعطاه العاصی. امام شافعی میگوید که من به امام وکیع شکایت کردم سستی حفظ خود را، پس مرا راهنمایی کرد به ترک گناه. گفت که این علم نور است و این نور به شخص گناهگار داده نمیشد. بنابراین طالب علم باید پرهیزگار باشد، از شبهه ها دور باشد، از کارهایی که به حرام نزدیک است دور باشد، تا اینکه الله سبحانه و تعالی علم دهد. واتقوا الله و یعلمکم الله. در سوره بقره هم الله تعالی میگه که شما پرهیز کنید، تقواداری کنید تا اینکه الله تعالی به شما علم دهد. این شرطی سیوم است که طالب علم باید پرهیزگار باشد. یعنی از همان شبهه هایی که مثلا اکثریت امروز مردم ما در غرب زندگی میکنند، آنجا در واقع روبرو شدن به گناه و حرام خیلی زیاد است. چون در کوچه ها نگاه میکنید مثلا هر نمود انسان ها و هر نمود لباس دارند. یعنی که منظور اینجا حتی در نگاهی یک نفر به دیگر نفر، این هم یک شاید شبهه است، به حرام برده میرساند. یا اینکه آن خورد و خوراک، حتی آبی که می نوشید، آبهایی که در غرب خریداری کرده می شود، داخلش بعضی محصولاتی از استفاده بعضی حیوان ها استفاده شده است. یعنی این نیست به شبهه برده می رساند، یعنی که از این نیست پرهیز کنند. درست است؟ بله، هر چیزی که برایشون شبهناک است. شبهه چیست؟ شبهه آن است که خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که الحلال بین و الحرام بین. حلال معلوم است، همه میداند، و الحرام بین، حرام هم بیان شده است، چیزی معلوم است. و بینهما امور مشتبهات. بین حلال و حرام یک کارهایی هست که مشتبهات است، یعنی مانندی به حلال هم دارد، مانندی به حرام هم دارد. لا یعلمهن کثیر من الناس. بسیاری از مردم حکم آن را نمیدانند، یعنی شبهه را. کسی که اگر از شبهه پرهیز کند دین خود را محافظت کرده. بنابراین طالب علم سزاوارترین شخصی که باید از شبهه دور باشد. خیلی خوب و تشکر زیاد، و ما دیگر معلومات خیلی خوب پیدا کردیم. و هستند نفرانی که از مثلا گفتیم که حرام است و حلال است و بینش شبهه است، و تا جای میدانیم که بعضی از علما حتی از بعضی حلال نیست شبهه میکردند یا اینکه پرهیز میکردند. و این را گفتم ما چرا فهمیده میتوانیم چرا از حلال پرهیز میکردند؟ از حلال پرهیز کردن را در اصطلاح شریعت زهد میگویند. یعنی از حلال های الله تعالی پرهیز میکردند که مقصد روز قیامت حساب و کتاب دارد.
طعام های قیمت نمی خوردن، لباس های قیمت نمی پوشیدن. یعنی که می گفتن شاید دیگر مسلمان های محتاج است گفته خودداری میکردن. حالا اون که اگر مادامی که از مال خودشان باشد و حلال باشد، خرید خوردن چیز قیمت یا گرفتن لباسی قیمت بها اجازت است. از چیزی حلال هم خودداری میکردن که فردا حساب کتابش زیاد نشود. گفته این زهد میگن نامش را. یعنی که مقامی بالاتری انسان هایی که در تقواداری در بالا هستند. بله. تقوا این از حرام پرهیز کردن، ورع این از شبهه پرهیز کردن، زهد از چیزی حلال پرهیز کردن است. درست فهمیده مکن. دیگر بیاید به شرط دیگر گذاریم نباشد. گفتیم شرط اول این به غربت رفتن و شرط دیگر این خاکسار بودن و شرط سوم این از شبهه پرهیز کردن و شرط چهارم گرسنگی. یعنی طالب علم باید به گرسنگی آمادگی بیند. بدون گرسنگی نمیتواند انسان طلب علم کند. و منظورم از این شرط این است که انسانی که شکم پرور است، خوردن و نوشیدن زیاد را دوست می‌دارد، نمیتواند علم گیرد. بنابراین حضرت موسی هم وقتی که به سوی خضر سفر کردند، بیار گفتن طعاممان را که در حقیقت در این سفر گرسنگی کشیدیم و مشقت کشیدیم و شکم پروری و مشغول شدن با خوردن زیاد و پخت و پز، این انسان را از طلب علم یعنی صد راه می شود. بنابراین گفتن که البطنه تذهب الفتنه، شکم پروری زیرکی را می رواند. و در صحیح بخاری آمده است که عبدالله بن مسعود میگویند که در نزد خانه کعبه دو ثقفی و یک قریشی جمع شدند و کثیرتون شحم بطونهم، روغنهای شکمشان بسیار بود و قلیلتون فقه قلوبهم، فقه قلبشان کم بود، یعنی فهم عقلشان کمتر بود. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه در فتح الباری گفتند که در این سخن ابن مسعود اشاره به آن است که هر کسی که شکمش که کلان شد عقلش کنتر می شود. گفتند بنابراین تمام شاید که این سخنهای شما شاید که به بعض نفران تاثیر کند، شاید بعضی از آنها بیمار باشند، یعنی که شاید برای آنها عذر باشد، چون نه همه آنهایی که شکمشان غوث است و نه همه پارخور هستند، نه همه شاید که بیماری داشته باشند. عذر دارند آنها. بله، محمد ابن حسن شیبانی هم شاگرد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شخصی فربه بودند، لیکن امام شافعی گفتند که ما رأیت سمینا عاقلا الا محمد ابن الحسن الشیبانی، من یگان شخصی فربه عاقل را ندیدم به غیر محمد ابن حسن شیبانی. گفتند بنابراین حافظ رحمت الله علیه در فتح گفتند که احتمال است که فربگی حضرت محمد ابن حسن از بیماری هست، نه از بسیار خوری. هستند شخصانی که فربه هستند لیکن آنها کم میخورند، یعنی این نادر است. یعنی مقصودی از این گپ ها این است که طالب علم باید به گرسنگی، اگر یک ساعت بعض اینجا طعام پزی یک ساعت دو ساعت وقت میگیرد، با همین مشغول شود، یک ساعت دو ساعت در سری دسترخوان شند، او علم نمیگیرد. باید در مدتی 5-4 دقیقه باید انسان یک طعام سری دستی بخورد و به طلب علم مشغول شود. حتی محدث ها تیزتر میخوردن، حتی راه روان میخوردن تا اینکه وقت ضایع نشود برای خوردن. مردم ما وقت زیاد جدا میکنن. بعضی مردم های حتی کافرها هم در ژاپن میگن که یگان کس در سری دسترخوان نشسته نمیخورد، همه راه روان میخورد. برای مشغولی با کار و مشغولی با دنیا هستند. و دین سزاوارترین چیز است که ما با آن وقت و ساعت خود را صرف کنیم. خیلی خوب، تشکر زیاد و واقعا درست گفتید و باید که در جدا کردن وقت باید که زیرک باشیم و عاقل باشیم. بیایید به شرط دیگر گذاریم. شرط پنجم چی است؟ شرط پنجم مخاطره در راه علم. مخاطره در راه علم یعنی جان و عمر خود را در خطر ماندن، که
در واژه مثلا لاتینی اینا ریسک میگویند که در زبان روسی هم ریسک میگن. مقصد این است که ریسک چیست؟ یعنی در خطر گذاشتن عمر خود، در خطر گذاشتن جان خود به یک عمل دست زدنی که عاقبتش نامعلوم است. شاید یک انسان 20 سال طلب علم میکند وفات میکند، عمرش کوتاه است. 20 سال وقتی که یک طالب علم یا 30 سال علم می آموزد دیگر او مشغولی به دنیا نمیشد، پول جمع نمی کند. حالا اون که آنهایی که هم مثل و مانند او بودن بعد اینکه به سن 18 و 17 رسیدن الکی پول می یافتند و تجارت می کردند و مال جمع می کردند، این بیچاره باشد فقط علم می گیرد. یعنی خطر به خطر گذاشتن جان و حیات خود در راه علم، یعنی از بحری وقت خود، از بحر پول خود، از بحر همه چیز برآمده انسان باید به علم فدا کند عمر خود را، جان خود را. چخیلی که امام محمد ابن اسماعیل بخاری وقتی که کودک بودن چشمانشان اول میدید بعد نابینا شدند. بعد حضرت مادرشان یک زنی تاجیک بود، شبها وقتی که مردم خواب خسته نماز تهجد میخواند و روزها صدقه میکرد که دست راستش صدقه میکرد، دست چپش نمیفهمید، از الله تعالی دعا میکرد شبها که برای فرزندم محمد ابن اسماعیل بخاری چشم بینا دهد. بعد روز امام محمد ابن اسماعیل بخاری از خواب خستند که چشمهاشون میدید و مقصد از این که وقتی که چشم محمد ابن اسماعیل دید مادرشان گفتند که تو اکنون حیاتت را نظر میکنی برای حفظ حدیث های رسول الله صلی الله علیه و سلم. در این حیاتت دیگر یگان عمل نمیکنی مگر فقط جمع آوری و آموختن، حفظ و فهمیدن حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم قتی مشغول میشی. واقعا امیر مومنان در علم حدیث شدن. باید انسان طالب علم یعنی که در راه علم همه بایگری، همه مال و ملک، جان خود را بخشد، بعد به یک نتیجه میرسد. اعطی العلم کلک یعطیک بعضه، میگن که به علم همه خودت را میدهی بعد علم بعضی خودش را میدهد. یعنی وقتی که 100% به علم داده میشود بعد یک جزئی معین به شما از علم میرسد. بله فهمو. و یعنی امروز نیست بسیاری از طالب علمان که تحصیل علم کردند و دانش گرفتند و جان خودشان را به خطر ماندند، آنها نیست یعنی مانندی دارند، یعنی مربوط است به امروزی تاریخی ما. چون که اهمیت دهید، چون بارها ما گفتیم که ژورنالیست هستم و در تحقیق هستم و امروز تحقیق میکنیم. آنهایی که صاحب علم شدند و طلب علم کردند و آمدند و مردم را نیازشان را به جا آوردنی شدند، یعنی که از آن علمی که آنها گرفتند به مردم پیشنهاد کردند، اما بعضی نفران در نمیمانند که آن عالمان جوان که صاحب علم هستند علمشان را پهن کنند. یعنی جان آنها امروز در خطر است. اما این یکی از شرطی که داملای این لحظه ها گفته گذاشتند، شرطی طلب علم کردن ان همین خطر بود است. و بیایید شرطی ششم و هفتم بیایید کوتاه درباره اینش هم گفته میگذاریم. شرط ششم مخالفت الهوا. طالب علم باید خلاف هوای نفس خود عمل کند. هوای نفس انسان میخواهد خواب رود، میخواهد استراحت کند، میخواهد سیر و گشت داشته باشد، میخواهد با یار و رفیقانش چخ کند و صحبت‌های طولانی داشته باشد. لیکن کدام طالب علمی که خلاف هوای نفس خود عمل نمی کند او علم نمیگیرد. بنابراین مکافاتی آن شخصی که خلاف هوای نفس خیش عمل میکند الله تعالی جنت مقرر کرده است. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. کسی مخالف نفسش اگر عمل کند جنت است مکافات او، گفت الله تعالی. بنابراین انسان طالب علم باید از مخالفین بر نفس خود مخالفت کند و از بسیار نشینی باز یار و رفیقان، صحبت های زیاد بی معنی، خودداری کرده با علم مشغول شود.
بله. این شرط هفتمش، ششم است. شرط هفتم عمل کردن به علم است. اگر کدام انسانی که به علم عمل نکند، حتف العلم بالعمل فإن اجابه و الا ارتحل. علم به عمل به علاقه برآمد، یعنی به علم به عمل نظر کرد، فإن اجابه و الا ارتحل. اگر عمل کی کرد علم زیاد میشد، عمل کی نکرد علم بر میگردد، یعنی علم مزمحل نیست و نابود میشه. باید طالب علم به علم خود عمل کند. بنابراین امام احمد رحمت الله علیه گفتند که در این مسند هر حدیثی که در آوردم عمل کردم. و علما رحمت الله علیهم می گفتند که اعمل بالحدیث ولو مره تکن من اهله. با حدیث یک مراتبه باشدم عمل کن، اهل حدیث میشوی. بنابراین العلم من دون العبادت هبا لا يستقر فحرین ان یذهب. علم در تمثیل مانند یک العلم فی التمثیل مثل الشجره. علم اگر ضرب المثل زنیم در مثال بیاریم مانند درخت است و عمل مثل میوه است. درختی که میوه است بالاخره او هیزم است، یعنی فایده ندارد. بنابراین طالبین به هر حدیثی که میشنود باید عمل کند. و آن علمدارهایی که به علم عمل نمیکنه الله تعالی بسیار ضرب المثل بدترین را در قرآن کریم زده است که در قرآن زیاده از 40 ضرب المثل است و شاید این بدترین ضرب المثل باشد که در سوره جمعه الله سبحانه و تعالی میگوید مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. مثال آنهایی که علم داده شدند سپس به آن علم عمل نکردند مثال یک خر است که درباره او کتاب ها بار کرده شده است. بنابراین شیخ سعدی هم از این آیت الهام گرفته میگن که علم هرچند بیشتر خوانی چون عمل در تو نیست نادانی. نه محقق بود نه دانشمند چار پای برو کتاب چند. و بالای خر اگر کتاب های بخاری و کتاب های شیخ الاسلام تیمیه را بار کنید دیگه او نفهمد نداند که در بالای او هیزم است یا کتاب است. این عالمی که به علم عمل نمی کند به مردم علم خود را نمی رساند گفت الله تعالی مانند الله تعالی گفت این مانند یک خر است. بسیار ضرب المثل. یعنی که همین گفته های شما فکر نمی کنید که تاثیر دارد برای آن اهل علم و آن علمایی که امروز دانش را گرفتند و اکثر از آنها در غریبی مردکاری میکنند و دیگری از اینها تکثیرانی میکنند و یک قسمت دیگر با دیگر کارها مشغول هستند، اما آن علمی که رفتند و 5 سال و 10 سال تحصیل کردند در دولت‌های عربستان و در دیگر دولت‌هایی که به نام اسلامی است علمشان را به دیگران پهن نمیکنند. آیا آنها ان همین آیاتی که شما نوکه گفتید از سوره جمعه از این بخبر هستند؟ نه البته انشاءالله آنها با خبر هستند. امید میکنیم که هر یک طالب علم هر یک اهل علم به مردم علم را به قدر امکان میرساند. کدام آدمی که علم دارد رسانیدن علم واجب است. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که کدام انسانی که علم دارد و پرسیده میشد و علم خود را پنهان میکنه روز قیامت به دهان او لجام آتشین زده میشود. هر یک انسان که علم دارد به قدر علم خود باید به مردم آن را تعلیم دهد. تشکر زیاد. و این درباره 7 شرط گرفتن علم بود و من از شما خواهش میکردم داملا اگر که فرصت مناسب باشد روزهای نزدیک مفصل در همین موضوع برنامه های الهیده کنیم تا که مردم توانند از علم به پورگی برخوردار باشند، یعنی شرحی کتابی که علم ها را می آموزد. انشاءالله در نظر است اگر الله سبحانه و تعالی آسان گرداند از هفته آینده روز یکشنبه به شرح کتاب عمدة الاحکام شروع میکنیم و در درس اول درباره کتاب، مؤلف کتاب و اسلوب کتاب و امکانیت شود مقدمه کتاب را شرح میدهیم که این کتاب برای حیات هر یک انسان ضرور است. از کتاب طهارت شروع می شود، کتاب نماز، کتاب زکات، کتاب روزه، احکام دین را برای مردم
برای تعلیم دادن همش طبق حدیث های پیامبر صلی الله علیه و سلم است. انشالله از هفته آینده شروع میکنیم به شرح و معنی گفتنی آن. انشالله. و چی معنی دارد؟ یعنی عمدة الاحکام گفتنی این چی معنی دارد به زبان عمده در زبان تاجیکی؟ عربی به معنای ستون، اساس و پایه. احکام جمع کلمه حکم. حکم یعنی فرض، واجب، مستحب، حرام، مکروه، باطل، صحیح، اینا حکم است. عمدة الاحکام یعنی که حدیث هایی که اساسی ترین اساسی حکم ها در همین حدیث ها هست. این حدیث ها همش در صحیح بخاری مسلم آمده است. یعنی ستونی حکم ها گفتن ممکن است. بله با انشالله در صحبت آینده شرح میدیم انشالله. تشکر زیاد میگم برای شما برای اشتراک در برنامه ما و در مهمانی امروز داملا سهراب عادلیان حضور داشتند، ختم کرده دانشگاه مدینه منوره فاکولته حدیث شریف. شما را خوش آمدید میگویم و تا بخیر آینده خانه آباد و سربلند باشید. سلامت باشید. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. و اگر خود نمیدانید از اهل علم بپرسید. از این آیه چنین قاعده برمی آید که اگر انسان چیزی را از مسائل دینی نفهمد باید از عالمان ثابت قدم در علم بپرسد. تفسیر سعدی.